این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه سریال مسخره عظما و دست و پا زدن برای داغ کردن تنور سرد انتخاباتش. میدان سیاسی است که حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است. حق مردمه انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه، شرکت کنن، یا در مورد رهبر نظر بده. یکی نیست به این ولی فقیه پا به گور بگه کجای کاری. مردم از خیلی وقت پیش نظرشون رو درباره تو دادن. عظمای گردن شکسته برای باد زدن منقل انتخاباتش اول از اینجا شروع کرد. روزهای حساس انتخابات مردم، امام زمان ارواحنا فدا منتظر ماست. اما وقتی دید این روزها جواب نداره، مجریای تیویش رو آورد تا رنگ عوض کنن و اینطوری گربه برقصونن. و من دلم میخواد که اینجا بیستم، تمام قد تعظیم بکنم از مردان و زنان نازنین با غیرت، از اونهایی که مدافع مرز کشور ما هستن، از اونهایی که غیورمندانه، از اونهایی که بدون ادعا دارن تلاش میکنن در سکوت جاودانه و بی انتها حق من و شمایی که مظلوم واقع شدیم رو از دشمن پس بگیرن. عظما به اینجا هم بسنده نکرد و برای اولین بار یه رپر بسیجی رو آورد توی تیویش تا از این جنگولک بازی ها در بیاره. رپ سنداب چی؟ رپ سنداب چون ورق قلم هدف فنم سرم بره همینم و یه پا کمدینم و تشم تو میانم په ناقص ناقل فصل کامل بزنه ببینه بگیری فریکی تیری پچیل چی میگه نه نمونده حرفی همتون هستی تحت تاثیر رپ من. حالا همه این ادا و اصولا برای چیه؟ جوابش رو از زبون یکی از امام جمعه های عظما بشنوید. انتخابات چون یک سنگر است رزمنده برای حفظ جان خودش به سنگر نیاز دارد. انتخابات در کشور ما سنگر است، زره پول است، امنیت ساز است. بله، عظما از ترس قیام میخواد برای نظامش سنگر درست کنه، اما خبر نداره که به اعتراف مهره‌های نظامش کار از این حرفا گذشته. مردم نمیتونه پیش ببره. ما الان داریم مردمون رو به سرعت از دست میدیم. به تعبیر اون گوینده فرانسوی ما به سرعت داریم تمام میشیم، در اقلیت واقع میشیم. این درست نیست. با این اوصاف الان تو راه پله نظام بین جک و جونورای عظما یه چنین وضعیتی برقراره. تو باشید که نسبت در مهمون داریم اینجا. تو بهش گفتی ها. تو چه مربوطی که من گفتم؟ تو چرا میزنی؟ این یکی هم نه میذاره نه بر میداره، خیلی رک و راست به عظما میگه انبار باروت آماده انفجاره. وقتی که شما اون انبار خشک باروتتون آماده انفجار هست، هر چیزی میتونه، اون رو باید در موردش فکر بکنید. اینجاست که برق از سفاز عظما میپره. این مهره باند مغلوب نظامم آب پاکی رو میریزه رو دست عظما و برنامه آینده باندهای درونی نظام رو برملا میکنه. مردم دیگه مثل سابق به شما اعتماد نمیکنه. علتش چیه؟ میدونی چرا؟ مردم به کلش اعتماد نمیکنن. ما هم جزئی از اون کلیم. خیالتو راحت کنم. ببین تو خیابون فرق من و شما برای اون مردمی که فوش میدن هیچی نیست. راحتت کنم. خدای نکرده در این کشور اتفاقی بیفته بین سید محمد خاتمی و سید احمد خاتمی 6 تا تیر چراغور فاصله است. الان که معتقدم اولی سید محمد خاتمی اصلا به سید احمد خاتمی نمیرسه. همین خبراست که باعث میشه دود از کله عظما بلند بشه. Life is good.
سرتشتک مشنگ موشکباز چند وقت پیش یه چنین قمپوزی در کرد. که دشمن چه واکنشی نشون خواهد؟ هر غلطی میخوام بکنم هیچ مشکل نیست، مهمم نیست و مشتمون پره الحمدلله. بله اینطوری بود که از پاسداراشون همین چیزی که تو این عکس ملاحظه میکنید باقی بود. اینجا بود که صدای امامشون هم از توی گور بلند شد و براشون روزه جنگ افروزی خوند. در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشد، هی خمود میشد، قوای انسان خمود میشد و خصوصا اونهایی که به عیاشی عادت دارند یا به رفاه عادت دارند اونها دیگه بدتر خواهند شد. لکن وقتی که جنگی در کار میاد و حماسه‌ای وجود پیدا میکند و تاریک میشد شب و روشن میشد روز و توپ انداخته میشد و اینها. پای ثابت مشنگستان ما این زرافه ولایته که هر بار یه سوتی میده. این بار یه استان به پاکستان اضافه کرده به نام سیستان و بلوچستان. و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته‌اند و ما بارها در مورد حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی به جدیدترین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی بندازیم. از آبگردکن دانش بنیان تا فندک سرخود، این هم شیوه کم هزینه انتقال خودرو.